سلام به همه دوستای گلم. فکر کنم کیف پولم دیگه به سقف برداشت رسیده. بریم با هم دیگه ببی دوج رو ببینیم اصلا واقعی یا واقعی نیست. هر از روی کیف پول من میزنم. خب این پیام برامون میاد که میگه مقدار موجودیتون اینقدر. خب روی دکمه برداشت من میزنم ببینم چه اتفاقی میفته. خب اینجا به من گفته که شماره تلفن خود را که با آن در صرافی فلان ثبت نام کرده این رو وارد کنین. در صورتی که ثبت نام نکردید با استفاده از این لینک میتونید ثبت نام بکنید. من این لینک رو باز میکنم، بریم با هم دیگه داخل این صرافی ثبت نام بکنیم ببینیم بالاخره آخرش چی میشه. خب اینجا نوشته که رایگان ثبت نام کنید. میگم دستتون درد نکنه. خب من اینجا شماره تماسم رو میزنم. قاعدتا شما نباید شماره تماس من رو ببینیم، پس وارد میکنم و توی این بخش میدونه رمز عبور برای خودم میذارم. توی این بخش من میتونم این تیک رو بزنم که بگم من ربات نیستم. بعدش همین تیک رو میزنیم، شرایط رو قبول میکنیم و روی ساختن حساب کاربری میزنیم. بعد از اینکه اطلاعاتتون رو وارد میکنید اونجوری که بهتون گفتم رو روی دکمه ساخت حساب کاربری بزنید. اینجا این صفحه باز میشه که میگه باید شما کد تاییدتون رو وارد بکنید که الان برای من SMS شد. من اینو اینجا میزنم 68 92 95 و روی تایید میزنم تا ما رو تایید بکنه. یه چند ثانیه طول میکشه و اینجا نوشته که با موفقیت انجام شد. و چند دقیقه صبر میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته بعدش. خب الان ما رو انتقال داد به این صرافیه. تقریبا میشه گفت که کارمون تکمیل شد. فقط باید بفهمیم که از کجا میتونیم موجودیمون رو نگاه بکنیم. البته این نکته هستش بعد از اینکه حالا مطمئن بشیم که واریز میشه یا نه، اینجا باید بیایم اطلاعات حساب کاربریمون رو تایید بکنیم. اینو گفتم دقت داشته باشید. خب فکر کنم پیداش کردم. این بالا یه دونه گزینه داریم به اسم کیف پول‌ها که روش بزنیم ما رو انتقال میده به صفحه‌ای که اینجا میگه شما میتونید حالا تومان واریز بکنین. بعد حالا توی این بخش هم نوشته که میتونیم حالا ارزهای دیگر هم واریز بکنیم. مقادیرشون رو هم اینجا بهمون نشون میده. خب برگردیم توی ربات. توی این بخش میگه باید شماره تماس رو برای من بفرستین. دقیقاً چیزی که اینجا وجود داره. من شماره تماسم رو میفرستم. لطفاً حتی اگه شماره تماس منم دیدین دیگه تماس نگیرید. خب اینو میذارم که ارسال بشه. خب نوشت درخواست برداشت به مدیریت ارسال شد، در صورت تایید به شما اطلاع داده میشه. ما هم منتظر میشیم ببینیم مدیر کی قراره تاییدش بکنه و بذارتش، که حالا اگه تایید بشه یا نشه در کل این ویدیو رو قراره براتون بذارم تا ببینید. خب اگر تایید بشه قاعدتا توی صرافی ثبت نام میکنیم و کل کارهای احراز هویت هم با هم انجام میدیم. اما اگر حالا تایید نشه و واریز نشه قاعدتا این ویدیو همینجا تموم. دوستان حدوداً یکی دو ساعتی از موقعی که ما درخواست برداشت دادیم گذشت. من مجدد کیف پول رو میزنم ببینیم موجودیمون الان شد انقدر، یعنی کاهش پیدا کرد رسید به 4 میلیون. اما وقتی برگشتم توی اون صرافی که درخواست داده اون تا برامون واریز بشه میبینیم که این مبلغ اینجا برامون واریز شده و اینجا هستش، همین بیبی دوجی که ما درخواست واریزش رو داده بودیم که برامون واریز شد و تایید میکنه که این ربات درسته و کار میکنه و هیچ مشکلی نداره. به سقف برداشت برسیم براتون توی این صرافی واریز میشه. حالا مبلغش هم فعلا نمیدونم چقدر میشه، اونم احتمالاً توی گروه براتون بذارم.